من تاجیک هستم، من دیگر ملت نیستم. دیگر راه نداشتم، من به همین راه به دست زدم. یگان کس به دادم نمیرسد. این یکی از نوارهای شریف جان طلازاده جوانی تاجیک از تمرینگاه حربی در روسیه است که پیش از بازداشت شدنش نشر کرده بود. حالا او به گمان جاسوسی دستگیر و به 2 ماه حبس پیشکی محکوم شده است. به وی تا 20 سال زندان تهدید می کند. مقامات روسیه می گویند که شریف جان طلازاده انشاءات مهم حربی این کشور را به نوار می گرفت و به حربیان اوکراین می فرستاد. تصدیق مستقلانه این ادعا امکان پذیر نیست. در همین حال کاربران شبکه‌های اجتماعی گویا جاسوسی کردن او را زیر سوال بردند. شریف جان 32 ساله که حالا اسمش در سرخط رسانه‌های روسیه جای گرفته است، تحصیل دیده دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت به نام میرزا ترسونزاده تاجیکستان است. او خود را هنرپیشه تئاتر و کینا معرفی می‌کرد. پیشتر در شبکه‌های اجتماعی از ناعدالتی در تاجیکستان شکایت داشت و ادعا کرده بود که او را بی اساس از تاجیک فیلم راندند. ماه سپتامبر امسال وی به رادیوی آزادی مراجعت کرده گفته بود که مجبور است از ناعلاجی به جنگ اوکراین رود. بعد مسکو اومدم، اون بچه وعده داد که کار میگیرن. اینجا اومدم 2 هفته خواب رفتم، کار نمیگیرن. همون پتنت هم سپوریدم، مهر نشون نمیگیرد. باور میکنید؟ بعد مرا از خوابگاه راندن، گفتن که شما دیگر پول ندارم دیگر، فهمیده؟ بعد در قدی کوچه موندم، مجبور همونجا چی میگن ابیولینی به روسی رکلام ها هست کو سولوژی نرودینو، همونجا رقم تلفنش گرفتم، تلفن کردم، آدرس گفتم، رفتم دکتر گذاشتم، خیلی بپرسیدم با اونجا تاجیکای مقیمی روسیه هستن والانتیور. بعد یا پرسیدن که برای چی شما جنگ میخوای، یک بچه یوش بچه زیبا. من گفتم من حیاتی من همه شد. او بار آخر ماه ینور امسال از تاجیکستان به روسیه رفته است. به ادعای شریف جان طلازاده پیش از این او 1 سال زیر فشار مقامات تاجیک بود و ادعا میکرد که آنها از او طلب داشتند به مقاله های تنقیدی علیه تاجیکستان واکنش کند و نوار پخش کند. زنگ میزنم، من مثال یک کار دارم، یک مردی کاری خیلی در کسب خودم نموندم، سراش یک واکنش باید بنویسی. آخه نمیگن که همین زندگی دارد، یکون پرابلم دارد. در دلم زد، باور کنید در دلم زد. خودکشی گناه است دیگر، چیکار کنم؟ مجبور اومدم، قرضدار شده فدراسیون روسیه یا عینگی مردک مرا گوجوشی گفته آوردم اینجا، فریب کرد. خیلی پرابلم ها بسیار غلطیدم در این روسیه، میدونین حیاتی مهاجره. موقع مقامات تاجیکستان به این ادعای جوان معلوم نیست، ولی چنین تجربه به اصطلاح فابریکه جواب نهادهای حکومتی بارها رسانه‌ای شده است. شریف جان در صحبتش با آزادی نقل کرد که قبلا 1 بار بعد از سرگردانی ها و به قرب شدن روبل روسیه پی دریافت کاری مناسب خواست از روسیه به ترکیه رود، اما از فرودگاه استانبول او را برگرداندند. میگوید که دیگر به جز قبول پیشنهاد اشتراک در جنگ راه دیگری نیافت. طول 1 ماه زیاد می شود جنگ رو آموختیم. در حیاتم یراق در دستم داشتگی نبودم، تاکتیک جنگی رو آموختم. من امروز پگه میبرن ما رو. حالا موقع این شهروند تاجیکستان و نظر خانواده‌اش به اتهامی که علیه او اعلان شده است معلوم نیست، اما دوستانش و شخصانی که او را میشناختند میگویند به این اتهام باور ندارند. شریف جان طلازاده از داخل پایگاه حربی در شبکه‌های اجتماعی عکس و نوارهای خود را نشر میکرد و به اندیشه برخی از آنها شاید همین سبب بازداشت شده است. به قول آنها یک جاسوس خود را آگاهانه در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ نمی کند. مهاجران محترم، قبل از تصمیم گرفتنتان خوب اندیشه نمایید تا خود و عزیزانتان را در خطر نمانید. شاید او برای برگشتن به وطن تلاش کرده و به تهمت گرفتار شده است. در آخرین نوشته هایش می گفت که به جنگ نمی روم و دعاگوی باشد که جوابم دهند و برگردم. به جاسوسی اوکراین متهم شدن یک شهروند تاجیکستان حادثه کم سابقه است، اما تا امروز 10 جوان تاجیک اجباری و گاهی هم از ناعلاجی و فریفته وعده های مقامات روسیه به ارتش و جنگ برده شدند.